سلام علیکم بینندگان عزیز و چینل خودتان خوش آمدید. یک جهان سپاس که لایک منید، کامنت های زیبا میدید. امیدوارم حال همگی شما خوب باشد. جای شما خالی. در شهر شوتات فوقو سلت نمدیم، ایالت بایر آمدیم. جای شما خالی، خیلی جای زیبای قشنگ، قلعه داره. امیدوارم حال همگی شما خوب باشد. خیلی جای زیبای دیگه. اینم راه قلعه. میخوای قلعه بریم. سربالاییه. نفس میزنم. بچه ها رفته جلوتر، اونجا وایستاده. خیلی جای قشنگ دیدنی، سربالاییه. این بچه ها بچه هم راه قلعه. جنگل. نفس میزنم من اینجا، چون سربالاییه. قلعه اینم هم قلعه. عزیزا ما زیرش گرفتیم بازم. چیز میشه دیگه، همه چی میگه. انا مثال سفارت افغانستان درخواست تذکره بدید، اینو ما تذکره داریم. اگر افغانستان چاپ کنی کمتر. اینم قلعه. سرشینم جای شما خالی دیگه. خیلی جای دیدنیه. اینم از درشی. یواش بچه ها، یواش. یم نینی اینم بچه ها در قلعه رسیدیم. اینا دیگه بازی را شروع کرده.
اینم اینجا رستوران داره. اینم بازم از درش بالا موریم. اینم داخل قلعه. از قلعه بالا ماریم عزیزا. پله زیاد ده. یواش یواش. وای عزیزا خیلی پلهش زیاد بود. هر چقدر از پله بالا مییم تمام نمیشه. ای خدا شکر هستیم. عزیزا دور بود، خیلی بالایه. ببین خسته شدم، خیلی پلش. چند طبقه آقا مرتضی؟ 15 طبقه بود عزیزا. 15 که بیشتره. همه شهر معلوم میشه. خیلی جای قشنگ دیدنی عزیزا. اینجا که جای شما خالی در روی قلعه بستنی آورده. بستنی های خیلی با کیفیتی. جای شما خالی دیگه عزیزا. اینم که بچه ها عزیزا نگاه کن در این شهری که آمده که از قلعهش تعریف میکردم. نگاه کن از این جای آجیلی که نگاه کمش برگه که بیل خیلی قشنگه. شما دیده همه چیش به خدا متفاوته. تفاوت میگه متفاوت چیه ای بچه ها؟ خیلی قشنگه. بیل برگ نگاه کن، میوه خوش کرده آجیل و خدا خیلی قشنگه. نگاه کن تو نکتو ما اینتر قشنگ نشان بدم شما نه. والله خیلی قشنگه. ما اینمی اولین بار اینتر دیدم. ایشی که بیزوی نرمال ای را دیدم. یعنی ما بیل مگم خانه برگ مگه شما ای را کامین بدید بیل برگه. اما چیزای وسایلای در قلعه مربوط میشه دیگه. که ما همدنم یزو تاریخی چی دیکوری تاریخی مال قلعه. ما نمیدانم شما میره کامنت بدید دست شدر نکنه که یا مگه اینا مال قلعه. از اوی که نفره که چی بوده که ما ایره درست کنم به خدا. شما خیلی جالبه. برگه؟ بیل نیه برگ. صاحب خانه هم گه برگ. زنمو برگ است، برگ درخت دکوری. برگ درخت از بغل قلعه کنده داره؟ آره. ماشاءالله خیلی قشنگه. ولی رنگم کردم. اوه. درختای قلعه مو برگای بزرگ داره زنم. اوه ماشاءالله. یعنی صاحب خانه گفت اینا برگ عزیزا. شما بازم کامنت بدید که چیه. ماشاءالله چای سبز نگاه کن استکان چرا بازم.
به خدا میشه وسایل قلعه اینا کستی خیلی جالبه به خدا 4 سال شده خدا این چم قلعه را ندیده ما 2 شاشتمده اینا را برده در قلعه نمیدن می دکوری های قلعه را یا کری پیدا کرده عزیزا شما کامین بدید که صاحب خانه چی عزیزا این جمع که کجای ما در شما معرفی کنم قلعه مده شتات پغوت سلطن ایالت باین میشه و قول از ما که در فارسی رستا میشه در دوج دوف میشه خیلی جای قشنگ زیبایه اینایی که بنده خدا از نسبرا دور خود در چقدر گفتیم بریم نه آمدید دیگه پشیمان میشید ویدیو نگاه کنو دیگه ارس بخورد چقدر التماس کردیم که بید بری جای زیبای دیدنیه باز هم اینجا ببینید عزیزایی بنده خدا که فامیلا اینجا هسته 4 سال اینجا هم مگه مو در قلعه نمده مو دورش شده اینجا مده چند سال بچه ها نمده اینجا 3 سال اوه 3 سال هم اینجا است ولی بالای قلعه بور نشده اولین بار این روز بور شده 3 سال برای 4 سال است که ما بالای قلعه بور نشده چقدر شما حوصله داشته بودید ماها دورش شده مده گاری قلعه بالا شدیم زنموی مگه هستن گردشگر هستن توریست هستن تشکر آره زنموی تو گردشگره که نمجا آمده کسایی که از وسطی را دور خورده اینم یک گوشه قلعه عزیزا ما روی قلعه ولی خیلی جای زیبای دیدنی عزیزا آی کسانایی که نمدید و به حال چیمو کسانایی که انشالله یک روز نصیب کنه زودترین زمان بید خیلی جای زیبایه ولی خدا را شکر فامیلای ما من جای در جای شما در نمومنید هتل هم است البته هتل های خیلی شیک شیک بچه ها دوباره تکرار کنین که کجای ما شاید اشتباه گفتیم شتات پورت سلطن ایالت بایر اوه نشیندید خیلی رستای قشنگیه ما اینجاش را در زوب کنم که خوب از نزدیک معلوم شونه ببینید اینم که یک در رودخانه البته کشتی هم مور از روشی فعلا نیه اینم که یک شما مهمانید بنده خدا کس میگره فعلا حرف نمیزنه چون نکشی خراب میه این مهمانه واقعا جای زیباییه اونجا ما اجازه نداریم که از همه مستقیم بگیرم عزیزا باز یا اجازه فامیلی نداره دیگه از این بر بچه ها میگیرم از این کچلوها بچه ها به دستشون وای هلو کن اوه هلو کن محمد هلو کن مامان هلو اوه نگاه کن بچه ها را هلو هلو اوه هلو نفس جای قشنگیه جای زیبایه خوش آمده آره اوه
اینم چیزایی اینم که داخل چیه؟ داخل قلعه. آی اینم از پنجرهش یک دکم. اینم از ازاز بالا. اینم داخل قلعه ازازا که بالا مریم. اونم که خیلی جای قشنگیه. اینم که بچه ها سرپاینی ماره دیگه این پلیشی. اینم درشی در قلعه که بگیرم. اینم همو پیش در حیات قلعه رستوران عزیزان. اینم از بالا پایین آمدیم عزیزا. اینجا هم زیر قلعه عزیزا. از بالای قلعه آمدیم پایین. یک تکه گفتم بگیرم. اینم بازم همو دوف رستا از پایین بگیرم. خیلی خانه حوزی قشنگ داره، ویلایی. یک زوب کنم که خوب دیده شنه. اینم زیر قلعه عزیزایم. رازرای جنگلیش پایین میخوای بریم. اینم هم زیر قلعه از رای جنگلی پایین ماریم. البته او طرف پشت قلعه که بود ماشین رو بود، هم پیاده رو داشت سمان کده بود. دی رای جنگله قلعه. اینم رای جنگل. از قلعه پایین آمدیم.